تست فشار جک اصلی، فشار شکم بدون برق، مسیر جک اصلی بدون برق و مسیر از طریق کنترل فشار تخلیه میشه. حالا فشار 300 بار، مسیر جک هنوز بسته است، مسیر باز و به جک میره برای پر کردن. در فشار 300 بار هنوز داره جک حرکت میکنه. تست حرکت جک اصلی در زمان برقدار شدن شیر تا 300 بار، یعنی فرمان پرس.